بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما شما زاویه ها در داخل دایره کدام زاویه که تشکیل میشه و ما شما مطالعه میکنیم در داخل دایره. اینمی گفته که اینمی شکل در شما صحیح بود که اینمی دو تا وتر یکدیگر را قاطی کردن، متقاطی یکدیگر هستند. شما اینمی ببینید که چند تا زاویه اینمی تشکیل شده در اینمی شکل. ما شما در اینمی شکل میبینیم که یک، دو، سه، چهار، تقریبا 4 زاویه اینمی تشکیل شده در اینمی دو وترها که یکدیگر را قطع میکنند که با چند زاویه 4 زاویه تشکیل میشه. خب اون فعالیت را شما اجرا بدید. ما گفته که یک شکل را ترسیم بکنید، یک دایره در دایره دو تا وترها رسم بکنید که اونم یکی دیگر را قطع بکنن در نقطه پی. بعض اونم جا یک زاویه تقریبا زاویه تشکیل میشه که مثلا بیرون از مثلث است و داخل از مثلث است. و پیش ما شما خوانده بودیم که مثلا اونم زاویه خارجی در یک مثلث و مساوی باشه که دو زاویه داخلی مثلث غیر مجاور که یعنی مثلث نمی زاویه مجاور نباشه، یعنی همسایه نباشه. اینمی جمعیم طرف قضیه در قضیه بر ما شما گفته که در هر دایره اونم داخل زاویه که است اونم داخل زاویه مساوی باشه. در هر دایره اونم داخل زاویه این مساوی باشه. دو مقابل قوس مجموعش دو مقابل قوس که نمی یک قوس نمیست و یک قوس کم نمیست که نمی در کدام نقطه که نمی دو تا وترها یک دیگر را قطع کردن نمی زاویه تشکیل میشه. نمی زاویه مجموعی نمی زاویه یا وسعت نمی زاویه مساوی میشه که نمی قوس مقابل دو تا که ما شما داریم که اونمو مجموعی نمی دو تا قوس ها تقسیم بر دو مساوی میشه. خب میایم طرفی ثبوت گفته که بی زاویه و دی زاویه یک دو تا زاویه های محیطی هستند. بی زاویه و دی زاویه نمیشه چی هست؟ دو زاویه محیطی زاویه است. خب اینمی بی زاویه مساوی میشه. اینمی زاویه گفته بی زاویه مساوی میشه نصفی مقابل قوس، یعنی اینمی مقابل قوس باید نصف شود. محیطی زاویه است، مرکزی نیست. مرکزی خب بعض مساوی بود، اگر در مرکز زاویه تشکیل میشد اونم زاویه وسعتشان مساوی میشد که مقابل قوس یک بر یک مساوی میشد. و اینمی که این محیطی زاویه است، پس اینمی محیطی زاویه مساوی باشه که نصف مقابل قوس، یعنی بی زاویه مساوی نصف، یعنی یک بر دو تقسیم یک بر دو ضرب ای قوس. این چی است؟ محیطی زاویه است. و دی زاویه همین نمیتونه مساوی است. دی زاویه اینمی زاویه گفته این مساوی است مقابل قوس، یعنی بی سی قوس نصف اونم رو بر دو تقسیم بکنیم. این دو تا چی است؟ زاویه های محیطی است. پس اینمی سی پی بی زاویه، یعنی در زاویه یک زاویه اینمی زاویه مساوی است که چی؟ بی زاویه جمع دی زاویه. اینمی زاویه مساوی است در اینمی مثلث بی زاویه و دی زاویه. چرا مساوی است؟ برای اینمی وجود مساوی است که اینمی زاویه نظر اینمی مثلث خارج است. پس اینمی خارجی زاویه مساوی باشه که دو زاویه غیر مجاور بی و دی غیر مجاور است که اینمی زاویه چی است؟ دو زاویه های اینمی مثلث غیر مجاور است، یعنی خارجی است. پس ما شما گفتیم میتونه که بی جمع دی زاویه مساوی باشه که یک زاویه. خب در جای بی و دی ما شما اینمی قیمت‌هاش اینمی ما شما میگذاریم، یعنی بی زاویه مساوی باشه در جای بی چی یکی بر دو ای دی نوشته میکنیم جمع در جای دی چی نوشته میکنیم یکی بر دو بی سی زاویه. خب این هو اینمی حالت ما شما بودیم، یعنی میلی در اینمی دو تا ما شما یکی بر دو را مشترک میگیریم. سی پی بی زاویه مساوی میشه، یعنی اینمی یک زاویه که یک نوشته است اینمی زاویه مساوی میشه که یکی بر دو ای دی قوس جمع بی سی قوس. اینمی دو تا که ما شما جمع کنیم مجموعش
بر دو تقسیم بکنیم مساوی می باشه که چی؟ که اینمی زاویه مساوی باشه. اینمی قضیه بود. یعنی پس ما شما نظر میگیریم که گفته که یک زاویه دو مستقیم خط یا دو وترها که یک دیگر را در داخل دایره قطع کرده باشن، پس اونمو زاویه مساوی می باشه که دو مقابل قوس اونمو را جمع کنیم و تقسیم بر دو بکنیم. اینمی زاویه مساوی می باشه که اینمی دو تا مقابل قوس مجموعش جمع کنیم و بر دو تقسیم بکنیم یا بر نصفش مساوی می باشه. خب اینمی ما شما گفته که یک مثال داده که اینمی شکل ترسیم شده دو تا وترها یک دیگر را قطع کردن و اینمی جا زاویه A و زاویه B تشکیل شده. اونمو را شما پیدا بکنید که قیمت A و B چند است در اینمی. خب میایم اینمی طرف CMB زاویه را ما شما پیدا میکنیم. CMB یعنی زاویه A را ما شما پیدا میکنیم که در مقابلش نوشته است 70 درجه و اینمی قوس باز نوشته است چند 60 درجه. ما شما اینمی چی را پیدا میکنیم؟ B را پیدا میکنیم و هر وقت نصفی در یک مثلا دو مستقیم خط یک دیگر را قطع کردن، پس اینمی مستقیم خط یک طرفش 180 درجه مساوی می باشه که 180 درجه یا مثلا مساوی می باشه که نصف دایره مساوی می باشه. خب CMB زاویه مساوی می باشه که زاویه A. این مساوی است چی ما شما در قضیه خواندیم که اینمی دو تا قوس ها که جمع کنیم یعنی AD قوس جمع BC قوس تقسیم بر دو یعنی نصفش. AD قوس مساوی است 60 درجه جمع BC قوس مساوی است 70 درجه. 70 جمع 60 130 درجه میشه. 130 که بر دو تقسیم بکنیم 65 درجه برای ما شما به دست میاد. یعنی زاویه A مساوی شد با چند؟ 65 درجه مساوی شد. خب اینمی که ما شما داریم که نصف خط است، یعنی خط یک طرف چی است مساوی باشه که نصف دایره چند درجه است؟ 180 درجه. خب اینمی که ما شما اینمی زاویه را پیدا کردیم که 65 درجه شد و اینمی بی زاویه معلوم است. ما شما پیدا میکنیم. خب که بی را پیدا میکنیم اینمی کل یک طرف یک خط چند است؟ 180. اینمی را 65 را از 180 تفریق میکنیم بی زاویه به دست میاد. یعنی بی زاویه مساوی باشه 180 منفی A زاویه. A زاویه چند است؟ 180 منفی 65 درجه مساوی باشه که 105 درجه مساوی باشه. یعنی زاویه بی چند است؟ 105 درجه به دست میاد. میام طرف مثال دوم و نمره شما هم حل کنه میتونید. خیر ما یک نظر سرچه تیروشیم. خب اینمی جا برای ما شما گفته در اینمی یک شکل رسم شده در دایره دو تا وتر یک دیگر را قطع کرده. اینمی جا زاویه NTM و هم اینمی طور قیمت های دو تا قوس ها برای ما شما دادن. پس ما شما چی را پیدا میکنیم؟ NTM را پیدا میکنیم. NTM اینمی جا قیمت X چند است و اینمی زاویه چند درجه است و ما شما پیدا میکنیم. خب NM قوس مساوی است NX مثبت 17. PQ قوس دا X منفی دا و NTM زاویه 6X مثبت 28. این که دادم. اینمی ما شما گفته بودیم که اینمی زاویه وسعت اینمی زاویه مساوی باشه که اینمی دو تا قوس ها را که جمع کنیم و تقسیم بر دو کنیم. اینمی قیمت اینمی را میاریم. اینمی قوس NM چند است؟ 9X جمع 17 جمع قوس دیگر دا X منفی دا تقسیم بر چند؟ تقسیم بر دو. خب این را ما شما به دست آوردیم. اینمی که هم در جای NTM ما شما قیمتش وضع کردیم 6X مثبت 28. ببخشید
اینمی لیر ما شما طرفین ضرب وسطین میکنیم. 6x مثبت 28 که دو ضرب میکنیم مخرج اینمی یک است، یک که اینمی ضرب میکنیم وسطین. خب 2 ضرب 6 12x جمع 2 ضرب 28 56 مساوی میباشه. اینمی پس خودش میاد، یعنی یک از یک را که اینمی ضرب کنیم اونمون قیمت میاد. پس 9x و 10x چند میشه؟ 19x جمع 17 منفی 10 چند میشه؟ 7. خب اینمی ما شما x ها را یک طرف میکنیم، اینمی 19x را اینمی طرف میاریم، اینمی معلوم قیمت را اینمی طرف راست میبرم. 12x اینمی 19 را که اینمی طرف بیاریم منفی 19 میشه. منفی 19 و مثبت 12 چند میشه؟ 7 منفی 7 منفی 7x و اینمی طرف که 56 را اونم طرف ببریم طرف راست مثبت است منفی میشه. منفی 56 و مثبت 7 اینمی را که حل بکنیم چند میشه؟ منفی 49 میشه. ما شما یک x را کار داریم که اینمی طرف را هم تقسیم منفی 7 میکنیم، اینمی طرف را هم تقسیم منفی 7 میکنیم. 7 منفی 7 که منفی 7 اختصار میشه، تنها x میمان، x مساوی میباشه. منفی 49 را که تقسیم منفی 7 بکنیم 7 میرسن. پس x معلوم شد که چند شد؟ 7. قیمت x ما شما به دست آوردیم که 7 شد. اینمی قیمت x را که در هر جا بگذاریم ما شما اینمی زاویه را کار داریم. پس در جای x ما شما قیمتش میگذاریم که این مساوی 6x مثبت 28. اینمی جا گفتم اینمی هم هست. خب در جای x ما شما اینمی قیمت x را که 7 است و نمره میگذاریم 6 ضرب 7 جمع 28. 6 ضرب 7 42 میشه جمع 28. مساویش که اینمی را جمع کنیم چند میشه؟ انتی ام زاویه مساوی باشه که 70 درجه. اینمی بود که ما شما اینمی x را هم پیدا کردیم و اینمی زاویه را هم پیدا کردیم. پس اونم طرف قضیه بریم که دو مرتبط که یک دیگر را قطع بکنم، اونم زاویه که اینمی تشکیل میشه جور میشه، اونمو به دست میاد، اونمو مساوی میباشه که دو تا قوس‌های مقابل اونمو را جمع میکنیم تقسیم بر 2 میکنیم، اینمی مساوی که تقریبا میشه. پس اینمی جمع پایین اینمی سه تا شکل‌ها بر ما شما داده که اینمی x y را شما معلوم کنید که x چند است و y چند است، اینمی را شما حل بکنید.